برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت در کابل. نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت روز یکشنبه 23 ثور در کابل برگزار شد. این نمایشگاه که به هدف رشد تولیدات داخلی دایر گردیده است، در آن بیش از 700 غرفه که 200 غرفه آن مربوط خانم‌ها و 15 غرفه دیگر متعلق به کشور ایران است، به نمایش گذاشته شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که علاقمندی بازرگانان به سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده و آنان در حدود 2000 جواز تاکنون توزیع یا تمدید کردند. و تقریبا در حدود در حدود 2000 شرکت ما جواز داریم. 2000 شرکت تولیدی را. البته بعضیش شرکت‌هایی بودند که تجدید کنند جوازشان و بیشتر از 50% از این جوازهای جدید بودند که ما در بخش‌های مختلف الحمدلله جواز داریم. در همین حال عبدالسلام حنفی، معاون اداره ریاست الوزراء امارت اسلامی میگوید که نقش سکتور خصوصی برای رشد تولیدات ناخالص داخلی حیاتی است. نقش صنعت در تولید ناخالص ملی و یا GDP رول مهم را می داشته باشد. تقویت صنعت برای اشتغال زایی در کشور نیز حائز اهمیت می باشد. از سوی هم وزارت اقتصاد می گوید که امارت اسلامی توانسته است ارزش پول افغانی را حفظ و نرخ تورم را کاهش دهد. نرخ تورم در افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی به صورت کم سابقه و بی‌پیشینه کنترل شد، کاهش پیدا کرد که خوشبختانه در ارتباط با کاهش قیمت‌ها هم تأثیرات بر جای گذاشت. صنعتکاران نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را فرصتی مناسب برای معرفی تولیدات داخلی می‌دانند. طبعا برگزاری همچین نمایشگاه موثریت خاص خود داره. اولا اینکه وقتی که دولت در بخش نمایشگاه‌ها و صنعت‌ها بسیار زیاد سرمایه‌گذاری کنه، اولا اینکه از محصولات ما مردم خارج با خبر میشه، بر علاوه که در داخل افغانستان ما همچون افراد داریم که هنوز هم استفاده زیاد از موبایل و سوشال میدیا و تلویزیون ندارن، از بعض محصولات بی‌خبر میمونن. نظر ما است که این نمایشگاه بر خانم‌ها و در جای باید برگزار شود به خاطر که ما صنایع دستی ما به فروش برسد. چندی پیش از این نیز وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه بزرگ افغان ترکمن را در کابل برگزار کرده بود که به دنبال آن چندین تفاهم نامه تجاری میان دو کشور به امضا رسید.